قصه دیگر میگم شما با همین بابسه. جنگ احد بود. در باب همین میدانید در باب محبت پیغمبر خدا که تا چه حد باید دوست داشتن در جنگ احد هم میدانید مسلمان ها شکست خوردن به سبب اشتباهی که خود مسلمان ها کردن. چند نفر تیرانداز حضرت در یک بلندی گذاشته بودند برای خود از پشت دشمن هجوم نکند. متاسفانه اونها همون موقع پیغمبر خدا گفتند شما هیچ حالت اینجا خالی نکنید، خما پیروز میشیم، خما شکست میکنیم، شما باید در جای خود باشید. وقتی که در ابتدای جنگ که مسلمان ها پیروز شدن، اونها از بالا دیدن که مسلمان ها پیروز شدن، گفتن تمام شد جنگ، مثل جنگ بدر خیال کردن تمام شد، بنابراین استادان ما احاجت نیست. هرچند قماندانشون سرلشکرشون گفت آخر رسول اکرم ما را هم تو فرمان داد دیگه، خواب پیروز میشین، خواه شکست میکنین، شما باید جا رو ترک نکنه، این موقع استراتژی رو ترک نکنه. ولی متاسفانه ترک کردن فرام بودن. یه عده کم باقی موند که حضرت خالد با گروه سوارها از پشت کوه احد تاب خورد، اونها را تیرباران کردن از پشت. مسلمان ها دخل بسیار ضربه مهلک زدن، اونقدر ضربه مهلک بود که لشکر اسلام دیگه ریز چار شد، پراکنده شد، دیگه کسی نمیشینه. خلاصه 70 نفر مسلمان شهید شد تا جایی که آوازه در هم میدان جنگ پهن شد که محمد هم کشته شد. خود مشرکان دیگه جار زدن، شادی کردن که تمام که با همین ما اسلام رو محو کردیم، نابود کردیم که کشته شد. گفته برگشتن از میدان جنگ چیزاشون جمع کردن. اما خوشبختانه رسول اکرم بله مجروح شدن، زخمی شدن، روحاشون دندانهاشون شکست و خیلی حتی خونروی زیاد هم شد، خیلی ضعیف هم شدن از سبب تاثیر خونروی زیاد در میدان جنگ. ببینید برای دین ما حضرت چقدر زحمت و اذیت ها کشیدن. خیر بعد از که مشرکان از میدان رفتن، رسول اکرم گفتن که ببینید شهیدها را چند نفر هستن، اونها را خیلی تجهیز و تکفین کنید. و همش حضرت امر کردن بدون غسل و همه لباساشون همش مثلا دفن کردن در همون احد که الان حالی میرن زیارتچی ها زیارت میکنن. موقعی که شهدای احد خواب است از موقع اولشون فرق میکنه. اینا رو بس همه گروهاشون با تبلیل دادن بعد از سیلی که اومد. وقتی که این تجهیز و تکفین کردن و صحابه های شهید شده رو دفن کردن و به مدینه حضرت برگشتن. وقتی که لشکر به مدینه می آمد، حضرت در قلب لشکر بین لشکر بود، پیش لشکر. وقتی که خبر آمدن لشکر به مدینه رسید، مردم مدینه استقبال به برآمدن. پیشواز صحابه ها در البته این خبرشون مدینه رو آمده بود که مسلمان ها شکست سخت خوردگان و پیغمبر هم کشته شده. یه زن حکایه میکنن در همین پیشواز لشکر اسلام میگه هم تو بیقرار بی‌صبرانه هر مسلمانی که از جبهه می آمد، از احد می آمد، به قبیله میپرسید که رسول اکرم زنده است یا نه، پیغمبر خدا چه حال داره، از حال رسول اکرم میپرسید. خب بعضیاش نمیدونستن، بعضی صحابه گریختن از میدان جنگ، خبر نداشتن که پیغمبر خدا چه حال داره، میپرسیدن. بعضی صحابه ها از اون زن گفتن که تو از پیغمبر پرسیده رو اول بگو، من به تو خبر رسانم. میدونی که پدرت شهید شد، برادرت شهید شد، شوهرت شهید شد، پسرت شهید شد. این 4 نفر از خاندان امیرزاده مومنه، هم شوهرش، هم پسرش، هم برادر، هم پدرش. 4 نفر عزیزایی که برای این مصیبت خیلی انسان البته چیز در کوه بیاد، اگر کوه حتی میگن خاک میشه. اما این زن اهمیت نمیداد این خبر رو داد. به جایی که تکان خورد و به جای این که مثلا داد و فغان کند و در زمین شیند و وایدها و مصیبت ها باید همین سؤال میداد. میگو بگوی پیغمبر خدا سالم هستن، صحت هستن؟ صحابه گفتن آره صحت هستن. گفتن میخوام با چشم بینید. گفتن الان هم ایستاده منتظر بود. یه وقت حضرت نمایان شدن بالای اسبات، جلوی اسب دست. بعد ببین جانب پیغمبر مثل پروانه که جانب شم میدود به استقبال پیغمبر دوید. از رکاب حضرت گرفت بوسه کرد، گفت یا رسول الله کل مصیبت بعدک امرها علی یهون. یا رسول الله همه نوع مصیبت، خواه مصیبت شوهر، خواه مصیبت فرزند، خواه مصیبت پدر، خواه مصیبت برادر، بعد از آنکه شما را سلامت دیدم، شما را صحت دیدم، دیگه اون مصیبت ها برای من سهل و سبک.
من اون مصیبتات یا رسول الله صبر کردم میتونم، اما بر هلاکت تو صبر کرده نمیتونم، اما بر مصیبت تو صبر کرده نمیتونم. این است محبتی که اصحاب پیغمبر خدا داشتن. با همین قوه محبت، عشق و محبت بود که صحابه ها بر دنیا پیروز شدن، بر دنیای خودشان، بر دنیای اون روز که خیلی لشکرهای، خیلی امپرهای قوی بود، امپره روم، امپره فارس بود. و الا در تمام جنگ هایی که مسلمان ها با دشمنشان جنگیدن، قوه دشمن حتی تا 100 برابر زیاد مسلمان ها بود. اونا 200,000 300,000 بودن، اینا مثلا 30,000 و 20,000 ختم جنگیدن. 200,000 لشکر با 20,000 و 30,000 می جنگیدن. چی نیرو اونها را قوی گردانده بود؟ یکم ایمان، ایمان به خدا، ایمان به حیات بعد از مرگ، ایمان به جنت، ایمان به مثلا عشق شهادت، ایمان عشق با شهادت و مقام شهادت، دیگر محبت خدا و رسول. ان همین نیرو میبخشید قوه مسلمان علیه دشمنان که خدا اینو در قرآن میگه این یکم منکم 20 یغلبوا 200 و این یکم خدا قرآن میگه اگر 20 نفر باشید شما بر مثلا 200 نفر پیروز میشید، اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر شما پیروز میشید. در قرآن خدا میگه به سبب چی؟ بانهم لا یعلمون، برای که اون کافرها و مشرکا اون علم و ادراک و ایمان و محبت و شوری که شما به خدا و رسول داره ندارن، و یا ایمان به آخرت و جنت و شهادت اینوی ندارن، شما داره. ان همین شما رو نیرو میبخشه. از این خاطر همیشه در محفل ها ششته مدحیه های در مدح پیغمبر خود، مدحیه خواندن در مدح رسول اکرم یگان جای اشکال شرعی ندارد. بعضی میگن بدعت شد نامعقول گره. رسول اکرم با همون قرب و کمالاتی که داره در مسجد خودشان داخل مسجد حسان بن ثابت روی منبر میبرود، حدیث بخاری حضرت در پایان منبر میششن، حسان بن ثابت شعر میخوان در وصف پیغمبر خدا در مدح رسول اکرم، حضرت گوش میکنن. بنابراین چی قدر در وصف حضرت شعر کنیم کم است. بنابراین در محفل و مجلسات همیشه یک غزل علاقل وقتی که محفل خاتمی میتید در متن پیغمبر، این باعث میشود که همون محبت رسول اکرم در دل ما و شما فرزندا کم کم یواش یواش چی پیدا میشود، پیدا شد، زاید میشود، پیدا شد که باشد. و این انشاءالله ما رو مسلمانی حقیقی میکن، مسلمانی حقیقی میکن. دعا کنیم در آخر خداوند ثواب بسازد. این نور و روح گذشته های شکرالله دادر ما برساند، خداوند عز برکات در خاندانش نازل کند و آفت و بلا و بیماری و رنجوری و فقر و تندرستی رو دور کند و خود با همراه برادراش اهل و بیتش پروردگار با کمپری مادرشان زنده هستن هم کمپری مادرشان هم خداوند براشان که حکم پدر دارد و عمر دراز نصیب کنه که صاحبان سرشان باشد، دعاگوی ایشان باشد. پروردگار با محفل های خیر احسان و محفل های امر معروف و تلاوت قرآن خداوند همیشه در خاندانش نصیب روزه کنه. با این لحظه های قبول دعا، اجابت دعا با استفاده بوده دعا کنیم خداوند براش فرزندهای صالح، فرزندهای قرآنی، فرزندهای نمازی، فرزندهای اهل مسجد صالح و صالحان نصیب روزه گردانه. خداوند قادره چنانکه که به حضرت زکریا و ابراهیم در سالهای ناامیدی و پیران ساله که امید فرزند از اونا شدن نبود، اما خدا با قدرت خود به ابراهیم 80 ساله اسماعیل داد، به زکریای پیر و کمپیر پیرش خدا حضرت یحیی را داد. برای شکرالله ما خدا مثل حضرت اسماعیل و یحیی فرزندهای صالح نصیب روزی گردانه. هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا الله. من یگان غزل خانه حضرت سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الهی عظیم پروردگارا به حرمت اسماء حسنا خصوصا اسم عظمت اولا از تو عالی‌رحم مسئلت داریم که هر ثواب و خیر ثمره که از این محفل خیر، از این محفل تلاوت قرآن و امر معروف و مدحیه ها در وصف رسول اکرم که خاصه شده است و روح پاک منور و مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با جمله اصحاب و یاران و همسران و فرزندان خداوند را برسان. بعدا به ارواح جمیع گذشتگان حاضرین این مجلس، گذشتگان صاحب خانه خصوصا پدر شکرالله را، و
و کل کسانی که از ما امید فاتحه دارن خدای عظیم هدیه های نورانی و قرآنی اونها را با نصیب و برخوردار بفرما. پروردگار استا عزیزانه با حرمت این لحظه های نزول رحمت و اجابت دعا مسئله داریم که در این محفل کسی حاجتی داشته باشد خدا حاجتش برآورده گرداند و کسی بیماری داشته باشد خدا بیماریش شفای کامل نصیب و روزی گرداند و کسی گرفتاری و قرض داشته باشد خدا از قرض و گرفتاری نجاتش دهیم و آزادش بگرداند. مسافرهای ما را خدا در مسافرت و آفات و بلیات و بیماری و رنجیری و شر فتنه کافرها معصوم محفوظ نگه دار و با سلامت و عافیت دوباره به وطن بازگشتن برایشان نصیب و روزی گردان. خداوند فرزندهای ما را از راه قرآن و سنت منحرف مگردان، خصوصا دختران خدا با حیا و با عفت و حجاب اسلامی به وایه و کمال برسان. پروردگارا در کشور ما فیض و برکات و خیرات سکوت نازل گردان، آفات و بلا را خصوصا این بلای آخر زمان خدا از سرزمین ما برداشت و دور گردان. خداوند رزق و روزی مردم ما را فراخ و وسیع و بسیار گردان و پروردگار از تنگدستی و فقر محتاجی و نیازمندی مردم ما را خدا نجات بخش. امنیت و تنجی و آرامی که در کشور ما از خدای مستضاف و دائم بگردان. خداوند را با حکومتدارای ما توفیق عنایت بفرما که طبق رضای تو کار کنند و عمل نمایند و خوشنودی تو را به دست بیارند. خدا این توفیق برایشان نصیب و روزی گردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. الله